نترس من باتم. اوه داشتی حرکتو دست خوش. درود، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. پریسا هستم در کانال خودتون. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه با ما. بندم که سینا هستم و رسیدیم خدمتتون. بریم با هم یک ویدیو رو ببینیم. امیدوارم که تا ثانیه آخر با ما همراه باشید. اگه از ویدیو ما خوشتون اومد لایک رو فراموش نکنید و کامنت هم برامون حاضرید؟ دلاور سفروف در فیلم اسمش رو نمیدونه. جنگل پر از دشمن است. قراره این فیلمو قبلتر اون یوتیوبر ایرانی که سفر کرده به تاجیکستان، علی سلطان، رفت به دیدن این دوستمونه. خلاصه قراره یه فیلمی در مورد شاه اسماعیل سامانی ساخته بشه. حالا اینکه این یه سکانسی از اونه یا نه رو دقیق نمیدونم، ولی همین پوشش‌ها و لباس‌های خیلی قدیمی و اینا بود. بریم با هم ببینیم و کیفش رو ببریم. اوه شنیدی؟ نه افوره نه؟ اگر ترسیده باشی رفت. خب من خودم چه میدونم؟ نترس من باتم. اوه داشتی حرکتو دست خوش. خدا رحمت کرد. اون تموم شد. اون دوستمون اونجا پای درخت دیگه رفت از دنیا. خونو ببین اینجا. حتی توی کلیپ اکشن هالیوودی بالیوودی به این خفنی هم باید اون شمه طنز رو داشته باشن از زن تاجیکستان. چطوره؟ قراره چی در بیاد؟ موزیک و افکت خیلی زیاده. من فکر کنم خب چون الان این احتمالاً حالا یا یه سکانس از فیلم یا قراره یه فیلم بشه مثلا خودش همین، یعنی باز یه فیلم بلندتر ولی نه فیلم سینمایی. ولی بازم من هیچ وقت تا فیلمی از سینمای تاجیکستان ندیدم. اون کلیپایی که دیدیم طنز دیدیم بیشتر. آره یعنی نمیدونم، یعنی تو ژانر اکشن همچی فیلمایی داشتن یا جالب میتونه باشه. دوستاشی توی فیلم بازی کنی؟ نقش اون که ترسیده؟ تمام شد و رفت. فیض بلند شد دیگه بسته. خیلی جنگجوی خوبی هستی. ممنون. حالا نکششون. رفتیم. جالب بود. کی میاد کاملش؟ ببینیم چیه داستانش. بخون برامون اگه تونستی. والا من اگه بتونم. من نمیتونم بخونم، ولی فکر کنم یه فیلم کامل داشته باشه. یعنی قطعا تیزره، مثل تیزر یه فیلم. دقیقا همین پوششا هم همین دوستمون که با همین سبک و سیاق بود اونجا به نمایش گذاشت. مثلا این کلیپا باز از همون فیلم، یعنی تمریناتیه که برای همون فیلمه داشتن. می‌بینی؟ باید فیلم خیلی جالبی باشه که انقدر حالا دموش حالا راجع به چیه یا این یعنی موضوعش چیه؟ چون اون فیلمی که گفتم به راجع به شاه اسماعیل سامانیه که حالا قرار شده بود یه بخشش هم همین علی سلطان هم توش افتخاری بازی کنه و آره به عنوان مثلا یک سلبریتی ایرانی. ولی اینکه
این جزء اون فیلم است یا نه دقیق نمیدونم. چطور بود فیلم؟ با مزن دوست دارم ببینم. من فکر میکنم همچنان قسمت طنزش بر قسمت اکشنش غلبه داره. همیشه یکی هست دیگه اونجا که حالا ترسوتره، توی فیلم ها مثلا خنده داره، تو شرایط جدی. بهت گفتم تو گوشت بود نشنیدی، گفتم دوست داشتی توی فیلم بازی می‌کردی؟ نه. نقش اون دوستمون که اونجا ترسیده بود. خب اون به تو میاد. اتفاقا دقیقاً به تو میاد. قلدر کوچه‌های خلوت. الکی میگم خیلی هم قلدرم تو کوچه‌های شلوغ. اگه واقعا لینکی ازش هست که حالا ویدیو طولانی‌تر یا فیلم یا تره توضیحی اگر میدونید آره برام بنویسید، خیلی باحال میتونه باشه. خلاصه که قشنگ میتونه باشه اکشن. ما اگر زودتر اومد دیدیم دیگه خودمون میایم براتون تعریف میکنیم. امیدوارم با ما همراه بوده باشید و خیلی زود برمیگردیم خدمتتون با کلی ویدیوهای قشنگ. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.